متاسفانه در این وطن تا موفقیت میگی خودت چند افغانی داری که تو سر موفقیت گپ میزنی. بیادر بحث پول تنها نیست در زندگی. بعضیا پول دارن که از او که آدم به فقر مطلق باشه شرف داره. این کسایی هم که سرمایه دارا 10 سرمایه دار کل مردم جهان در جیبش هست و از نظر اخلاقی درست است، او را ما هیچ موفقیت هم نمیگیم، ولی یک جزش ولی موفقیت مالی می باشه، اما موفقیت اون مانا نمیده. متاسفانه ما از بس که گشنه شدیم که گشنه رو میگیم بوی دو میگه 4 تا نان. ما چون به قلت پول رو برو بودیم همیشه همین تا موفقیت میگه خودت چند پول داری. خیال میکنن یعنی من اگه پول ندارم موفق نیستم. من در 100 کار دیگه تونستیم مفید واقعشم صحیح است که من پول ندارم، صحیح است که من در خانه کرایه زندگی میکنم، ولی معنی از این نمیده ما شاید هیچ وقت نخواستیم پولدار شوم. ما شاید وقتی 2000 در افغانی در روز پیدا کردیم بین 10 نفر 200 شمع گرفتیم 200 برای معسلین دادیم که تو 10 نفر که تونستیم بریم درستان بخوریم. ما با موفقیتم بیست که ما 10 نفر تونستیم پانتونش سرش بخوریم. اما تو فکر میکنی که موفقیت تا ما میمونیم سمینار موفقیت میگه خودت چی موفقیت حاصل کردی؟ او هدف چیست که پول داره. ما یک دو سه تا دوستا و روانشناسا نشسته بودن صحبت شده بود، یکشون گفته بود که دکتر جمشید موفق میگه چی موفق است؟ موتر کونیش است. اون با فکر عزیز که اگه کسی موتر لوکس داشت موفقیت است. در این وطن متاسفانه اگه تو موترهای شخصی داشت پول داشت موفق است، یعنی که 100 تا خوبی دیگه که موفق نیست.